در اینترنت با نشر یک ویدیو از گاراژ رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی یک صاحبکار معروف تاجیک خبر دادند که او به تازگی یک ماشین نو گرانبهای تمغه فراری خریده است. این تمغه ماشین‌ها خیلی نرخ بلند داشته، نرخشان از $200,000 سر می شود و نرخ برخی تمغه های نادر و انگشت شمارش حتی تا به چند میلیون دلار می رسد. در ویدیو می بینیم که یک ماشین نو فراری رنگش سفید را از ماشینکش پایین می فرارند و آن را به گاراژ رحیم غرمی برده در پهلوی ماشین های دیگر گرانبهای او جای می کنند. رقم این فراری 9999WW01 است. 9999 رقم دوست داشته رحیم غرمی است و اکثر ماشین‌هایش امین رقم را دارند. در جریان ویدیو لحظه ام است که یک نفر خیلی مانند به دلاور سفروف، یک بلاگر خیلی نزدیک به رحیم غرمی، در گاراژ او به طرف این فراری می رود. سال گذشته رحیم غرمی در مصاحبه با بلاگر دلاور سفروف در پاسخ به این سوال که برای چه اینقدر ماشین چنین جواب داده بود: بعضی آدم‌ها اسب را دوست می‌دارند و اسب جمع می‌کنند، من باشم ماشین را دوست می‌دارم، جواب داد رحیم غرمی. در ویدیوهای نشر شده از گاراژ رحیم غرمی دیده می‌شود که در آنجا بیش از 10 ماشین همه لوکس گرانبها جمع آورده شدند و تقریبا همش مثل فراری نو این صاحبکار رقم‌های کروتوی 9999 دارند. رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی زاده نویه رشت بوده، تجارت خود را در روسیه از یک سوداگر عادی بازارنشین در شهر نوسیبیرسک سر کرده و به تدریج صاحب شبکه مغازه‌های فروش پایافزال به نام پلانتا اوبوف در چندین شهر روسیه شد. سال 2021 به دلیل تا حال ناروشن رحیم غرمی را از شهروندی روسیه محروم و او را از این کشور اخراج کردند. رحیم غرمی ماه ینور سال جاری در دوشنبه طرفخانه را گشود که تحت برند آشپز معروف ترک بوراک کار میکند. او با دست خیرش نام برآورده است. رحیم غرمی در ماه‌های اول پاندمی کرونا ویروس برای مهاجران تاجیک بیکار مانده در روسیه میلیون‌ها روبل کمک کرد و بعد بازگشتش به تاجیکستان به دو ورزشگر تاجیک سمندر مرودوف و نورالله علیف برای پیروزی‌هایشان در مسابقه‌های بین المللی ماشین تحفه کرد. به گفته نزدیکانش هر روز ده‌ها نفر محتاج با امید کمک به رحیم غرمی مراجعت می‌کنند و او کوشش می‌کند که یگان کس را ناامید نکند.